آیا دانش ما از تاریخ واقعی زندگی بشر روی کره زمین درست و کامله یا ما در گمراهی عملی به سر میبریم؟ آیا همانطور که در کتاب‌های درسی تاریخی و زیستی به ما گفته شده از سپیده دم تمدن‌های بشری 7، 8 یا نهایتاً 10,000 سال می‌گذره، یا اینکه بشر طی چندین میلیون سال قبل بر روی کره زمین وجود داشته و این اطلاعات از ما پنهان نگه داشته شده؟ به نظر شما ریست تاریخ جهان چقدر حقیقت داره؟ من دارک متر هستم و اینجام تا به این چالش پاسخ بدم که ما واقعاً کی هستیم و از چه زمانی پا در تاریخ زمین گذاشتیم. از تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. کارگران معدن زغال‌سنگ پارماخوف در منطقه تیسور از ناحیه کومارو در شوروی سابق مثل هر روز با ماشین‌های باری یک شکل به معدن برده می‌شدند تا کار روزانه‌شون را شروع کنند. کار طاقت فرسای هر روزه در عمق 70 یا 80 متری زمین با گرمای بسیار و کمبود هوا و اکسیژن و مشکلات زیاد دیگر. در آن روز اما اتفاق عجیب دیگری در حال رخ دادن بود. در شرایطی که کارگران مشغول کار بودند و تنها صدای تیشه‌ها و پتک‌ها به دیواره معدن شنیده می‌شد، ناگهان پتک یک کارگر به جسم سخت عجیبی برخورد کرد. معدنچی یک تابوت مرمرین قدیمی که دور آن با نقوش عجیبی حکاکی شده بود را پیدا کرده بود. معدنچی به کمک دوستانش دیواره معدن را بیشتر حفاری کردند و تابوت بزرگی را از زیر زمین بیرون کشیدند. تابوت مرمرین به سطح زمین آورده شد و کارگران شروع به باز کردن آن با ضربه زدن به لبه بتونه شده آن کردند. ناگهان بتونه دور تابوت نه به خاطر ضربات بلکه به خاطر تابش مستقیم خورشید و گرمای آن آب شد و شروع به ریختن کرد. بعد از باز کردن تابوت افراد حاضر با صحنه عجیبی روبرو شدند. داخل تابوت پر از مایع شفاف و کریستالی شبیه به کهربا اما با رنگ‌های صورتی و آبی بود. و درون آن یک زن حدوداً 30 ساله لاغرندام و فوق‌العاده قرار داشت. قد او در حدود 180 سانتی متر بود. او یک چهره رنگ پریده غربی اروپایی داشت و با چشمان درشت و باز آبی رنگش به روبرو خیره شده بود. موهایش کمی مجعد و به رنگ خرمایی بود و دستانی کشیده با ناخن‌های کوتاه و مرتب داشت. او همچنین پیراهن توری سفیدی به تن داشت که درست تا زیر زانوهایش بود. آستین‌های کوتاه لباسش نیز با قله‌های رنگارنگ گلدوزی شده بودند. همچنین او لباس زیری بر تن نداشت. به نظر می‌رسید که او نمرده بلکه به خوابی عمیق فرو رفته است و اگر او را از درون آن ماده کهربایی شکل خارج کنند به ناگاه با چشمان باز متعجبش بیدار خواهد شد و به بقیه نگاه خواهد کرد. بعدها محلی‌ها نام او را به خاطر اسم محلشان پرنسس تیسور یا تیسولسکی گذاشتند. در کنار سر او یک جعبه فلزی مستطیلی شکل در پایین به شکل گرد و نیم دایره در آمده بود وجود داشت که تقریباً چیزی شبیه به تلفن همراه بود. طول و عرض این وسیله چیزی در حدود 10 در 25 سانتی متر بود. پس از حدود 10 تا 15 ساعت تابوت برای همه افراد در دسترس بود و تقریباً بیشتر مردم ده بعد از شنیدن خبر دسته دسته به معدن آمدند و تابوت و زن جوان داخلش را از نزدیک دیده بودند. ولی پس از آن و در کمتر از 24 ساعت بلافاصله پس از مخابره این خبر به مرکز دولتی و پاسگاه و مقامات محلی به سرکردگی فرمانده الکساندروویچ ماسالیگینا کل منطقه قرنطینه شد. ده‌ها مأمور دولتی و نظامی به همراه یک گروه کاوشگر به منطقه فرستاده شدند و تابوت و محتویاتش را با خود بردند و ناپدید شدند. گروه‌های آتش‌نشانی و ارتش، معدنچیان معدن کارماخوف و روستاییانی که این صحنه را از نزدیک دیده بودند، همه این کشف را تایید کردند. در ساعت 2 بعد از ظهر آن روز یک هلیکوپتر در نزدیکی معدن فرود آمد و در حالی که محل پر از تماشاچی بود سعی کرد تابوت را بار زده و با خود ببرد. در همین حین مقامات کل محل را بستند و همه کسانی که تابوت را لمس کرده بودند را قرنطینه کردند. حتی آنهایی که آنجا بودند را هم از ترس پخش شدن اپیدمی ناشناخته و موارد امنیتی دیگر قرنطینه کردند. در تمام این سالها و حتی پس از سقوط شوروی سابق این داستان در بین روستاییان آنجا دهان به دهان چرخیده و گفته شده است و با این حال افراد کمی آن را باور می‌کنند. وقتی به عمق این داستان نگاه می‌کنیم متوجه جزئیات عجیب و غریبی می‌شویم. به گفته شاهدان این چیزی است که دقیقاً اتفاق افتاده. تابوت به بالگرد انتقال داده شد، اما بار آن احتمالاً به واسطه مایع مرموز کریستالی یا آبی صورتی درون آن خیلی سنگین بود. بنابراین تصمیم گرفتم با دوریتر مایع حمل آن را آسان‌تر کنند. در کمال ناباوری
بعد از بیرون آوردن مایه از تابوت جسد در مقابل چشمان همه سیاه شد. سپس مایه را دوباره در لیوان ریختند و سیاهی به سرعت ناپدید شد. سپس بعد از 1 دقیقه گونه‌های جسد زن جوان دوباره سرخ شد و بقایای جسد بیجان او دوباره به شکل اولیه‌اش بازگشت. تابوت بسته شد و هلیکوپتر بزرگتری برای حمل بقایای آن به محل فرستاده شد. 5 روز بعد یک پژوهشگر سال خورده از دانشگاه سبریسکیا نتایج اولیه یافته‌های کربن 14 خود را گزارش داد. او که بسیار شگفت‌زده شده بود گفت که این کشف درک آنها از تاریخ را وارونه خواهد کرد و زمانی که دانشمندان شوروی یافته‌های خود را منتشر کنند جهان علمی دچار شوک می‌شود. طبق گفته این پروفسور سن این جسد در حدود 800 میلیون سال است. پس سن زن بیشتر از ذوب‌سنگ و یا به عبارتی کربن‌های پیدا شده در اطرافش بود. در حالی که زغالی که در اطراف تابوت او پیدا شده بود به نظر می‌رسید بعداً شکل گرفته باشد یا به آنجا اضافه شده باشد. این کشف عجیب حتی با معیارهای تاریخی تکاملی در تضاد بود و علنا نظریه داروین را رد می‌کرد. در نظریه داروین در خوشبینانه در این حالت فرگشت نخستی‌سانان 85 میلیون سال قدمت دارد، در حالی که جسد کشف شده 10 برابر نخستین فرگشت اجداد ما قدمت داشت. به گفته این پژوهشگر این زن در طول عصر پالئوزوئیک یعنی عصر اولیه دیرینه زیستی میلیون‌ها سال قبل از دایناسورها، بسیار قبل از زمان تشکیل کربن، نفت، گاز و ذوب‌سنگ، زمانی که همه چیز هنوز تحت سلطه پوشش گیاهی سیاره ما بود، در مایع کهربا مانند دفن شده بود. در اصل اون تابوت هم در اعماق جنگل قرار داشته که طی میلیون‌ها سال به معدن ذوب‌سنگ و لایه کربن بدون اکسیژن تبدیل شده است. لباس‌های آن نیز بسیار عجیب بودند و پارچه‌های آن شبیه به هیچ یک از دستسازه‌های انسانی نبود و جنس آن به کل با تمام تکنولوژی اون زمان یعنی دهه 60 و 70 میلادی متفاوت بود. برای همین کاشفین ابتدا فکر کردند که او یک موجود فضایی و بیگانه هست. اما با بررسی‌های بیشتر و آزمایش‌های تبارشناسی و ژنتیک پی بردند که دی او با دی انسانی یک مرد روسی 100% مطابقت دارد و او یک انسان است. در کل به نظر می‌رسید سطح تمدنی که پرانسس تیسولسکی از آن آمده میلیون‌ها سال از تمدن فعلی بشر جلوتر است. آنها حتی سعی کردند تا مایع کهربا مانند را هم آنالیز و آزمایش کنند، ولی در نهایت چیز زیادی دستگیرشان نشد. یا اگر هم شد اطلاعات آن را مخفی نگه داشتند. درباره جعبه فلزی موبایل مانند هم همینطور بود و نتوانسته بودند بفهمند آن چیز چیست و چگونه کار می‌کند. جالب اینجاست که در زمان کشف این تابوت هنوز تلفن همراه در دوره ما اختراع نشده بود. هر حال بعد از اینکه تیم تحقیقاتی آنجا را ترک کردند، مدتی بعد روزنامه محلی یادداشت کوچکی در مورد آن تابوت منتشر کرد که کل وقایع دیده و شنیده شده را روایت می‌کرد. اما سرویس اطلاعات مخفی شوروی در روزنامه را به سرعت تخته کرد. سپس ناگهان ارتش با خشونت زیاد کل منطقه تیسولسکی را محاصره کرد. پلیس خانه به خانه می‌رفت و جستجو برای یافتن شورشیان و افرادی که معترض به بسته شدن روزنامه و پنهانکاری دولتی بودند را با جدیت انجام می‌داد و جایی که مقبره پیدا شده بود را نیز پلم کرد و پر از خاک کرد و آن بخش معدن را برای همیشه بست. چند هفته بعد یک نفر در مورد این پرونده به کمیته مرکزی حزب کمونیست نامه نوشت. اما طبق روایت رسمی ظرف 1 سال به دلیل ایست قلبی فوت کرد. 1 سال بعد از فوت او یک تصادف رانندگی باعث کشته شدن 6 نفر معدنچی شد که تابوت را ابتداً کشف کرده بودند و به نظر می‌رسد اون تصادف هم ساختگی و از جانب دولت باشد. در سال 1973 زمانی که همه چیز تقریباً فروکش کرده بود، در طول تابستان تا اواخر پاییز حفاری‌های زیادی از جانب دولت به طور مخفیانه در سواحل دریاچه بریچ کول در 6 کیلومتری محل پیدا شدن تابوت انجام شد که توسط سربازان و پلیس محاصره شده بود و اجازه دسترسی به هیچ کس را نمی‌دادند. البته بعدها یک کارگری که در حفاری شرکت داشت مدت طولانی سکوت کرده بود، یک بار در حالت مسی فاش کرد که یک گورستان باستانی مربوط به عصر حجر در آنجا پیدا کرده. البته نام بردن از عصر حجر احتمالاً به خاطر کم سوادی اون کارگر بوده و گورستانی که کشف شد احتمالاً مربوط به همون دوره 800 میلیون ساله و تابوت پرنسس تیسولسکی می باشد.
البته او جزئیات زیادی را فاش نکرد، اما تمام روستا حفاری را دیدند که هلیکوپتر چیزهای زیادی را از آنجا برداشته و برده بود و همچنین می‌دانستند که صدها قبر در زیر زمین در سواحل بیچکولا وجود دارد که دولت با پنهانکاری قصد لاپوشانی آنها را دارد. بعد از این کشف بزرگ و زیر سوال رفتن نظریه تکاملی داروین، عده‌ای از دانشمندان سعی کردند توجیهات علمی برای اون پیدا کنند که تا به حال بعد از گذشتن تقریباً 50-60 سال از این کشف هیچ کدام نتوانستند توجیه مناسبی برای اون داشته باشند. عده‌ای پرنسس تیسول رو مسافر زمان دونستند و با دادن این نظریه که اون از آینده بوده و در طول زمان سفر کرده و به 800 میلیون سال قبل رفته از سپس اونجا به هر دلیل مرده یا کشته شده، میخواستن توجیه علمی بر مبنای فیزیک کوانتومی و نظریه نسبیت برای اون بیارن. اما باگ‌های زیادی در این نظریه وجود داشت. مهمترین آن پیدا شدن گورهای ساحل درجه بریکلا بود. که نشون میداد پرنسس تیسولسکی در آن دوره تنها نبوده و انسانهای دیگری با او بودند. اگر فرض بگیریم همه اون آدم‌ها از آینده به گذشته سفر کردن، موضوع حتی جالب‌تر هم میشه. به هر حال باید در نهایت یکی یا چند نفر از اونها بعد از مرگ بقیه زنده مونده باشن که بتونن اجساد مرده ها رو دفن کنن. این چند نفر بعد از دفن مرده ها چی شدن؟ برگشتن به آینده یا همونجا موندن و اونها هم مردن؟ از کی برای اونها قبر ساخت و دفنشون کرد؟ از طرفی اگر از آینده بودن، چطور تونسته بودن برای پرنسس تیسول و دیگران تابوت‌هایی با اون علائم عجیب بدون هیچ ابزار اضافی درست؟ یعنی حتی ابزار ساخت تابوت کنده‌کاری رو هم با خودشون برده بودن از آینده. این خیلی عجیب به نظر میرسه و به راحتی نمیشه این نظریه رو قبول کرد. نظریه دیگه مربوط به تمدن‌های گم شده باستانی است. آیا واقعا نظریه تکامل داروین اشتباه بوده؟ انسان‌ها 800 میلیون سال پیش چنان تمدن پیشرفته و پیچیده‌ای داشتن که تونسته بودن به تکنولوژی تلفن همراه و ساخت تابوت عجیب و از مهمتر مومیایی کردن با اون ماده عجیب شبیه به کهربا برسن. نظریه تمدن‌های باستانی گم شده همیشه دنبال تمدن‌های با چند هزار سال قدمت یا نهایتاً با چند صد هزار سال قدمت می‌گشتند. آیا تمام داده‌های آنها طی این سال‌ها نقش برآب شده بود و باید درباره قدمت تمدن‌های باستانی تجدید نظر می‌کردند؟ اون هم در حد 800 میلیون سال. اما نظریه از همه جالب‌تر که من فقط در چند صفحه اسلاف زبان آنها را دیدم و پیگیرشون شدم درباره ارتباط پرنسس تیسول با چند افسانه قدیمی اسلاوی است. اسلاف‌ها در پاگانیسم باستانی خودشون به دو دسته خدا باور دارند. خدایان نور در مقابل خدایان تاریکی. این خدایان همیشه در ستیز با یکدیگر بودند و البته پیروزی نهایی در اسطوره شناسی اسلاف‌ها مثل دیگر ملت‌ها با خدایان نور بود. این خدایان همواره به ارواح و روح‌های مختلف در سرتاسر سرزمین در ارتباط بودند و از طریق اونها با انسان‌ها و طبیعت ارتباط برقرار می‌کردند و خدایان نور آنها را تحت محافظت خود داشتند تا خدایان تاریکی نتوانند به آنها و قبایلشون آسیب بزنند. مرحله سوم ارتباط این خدایان با زمین به وجود آمدن نیمه خدا نیمه انسان‌ها یا ایزدان انسانگونه بود که موجوداتی تکامل یافته تر از انسان‌ها بودند و از طریق آموزش خدایان با انسان‌ها به وجود می اومدند. بسیاری از مفاهیم فعلی ماتریکس نور و ارتباط انسان‌ها با انواع مراتع ماتریکسی و نبرد دائمی سربازان نور و تاریکی از این پاگانیسم اسلاف‌ها نشأت گرفته. حالا نظریه اسلاوی میگوید پرنسس تیسول همان ملکه آگالایت یعنی شاهزاده دورگه در عصر پادشاهی جنگل‌ها در زمین هست. در زمان او نمایندگان خدایان نور و روشنایی از طرف اتحادیه کهکشانی خورشید به زمین آمدند و یک اتحاد قوی بین نیروهای او و خدایان روشنایی به وجود آمد. جالبه بدونید نیای مشترک اسلاف‌ها و آریایی‌ها در اسطوره شناسی اسلاوی یکی است و مطالعات تبارشناسی جدید هم نشان داده که تا حد زیادی این اطلاعات درست می باشد. پس بسیاری از اسلاف‌ها نیای ملک آگالایت را با پروکاریان‌ها که آریایی بودند یکی می دونند و اصلا فکر می کنند که جد بزرگ او یک ایرانی است. آگالایت با قدرت مابعد طبیعی که از جانب اتحادیه خدایان روشنایی بهش داده شده بود تونسته بود چندین هزار سال زندگی کند و زندگی تقریباً جاودانه‌ای داشته باشه. ظاهر او در افسانه‌های اسلاوی
با پرنسس تیسول تقریبا یکیه. او در طول این چند صد هزار سال به صورت یک زن 30 ساله و دیگر مشخصات او زندگی کرده. این قدرت جوانی نسل در نسل در خاندان او وجود داشته و آنها تونسته بودن با قدرت کهربایی جادویی خودشون رو تا هزاران سال جوان نگه دارن. مشخصاتی که دقیقاً با پرنسس تیسول یکسانه و حتی به ماده عجیب و غریب کهربایی شکل او نیز اشاره داره. کلاً ارتباط این دو موضوع خیلی پیچیده و عجیب بود. برای همین تصمیم گرفتم به زودی براش یک ویدیو جداگانه درست کنم و بتونم مفصل قضیه رو براتون بازش کنم. به هر حال پرنسس تیسول و دیگر بازمانده‌های دریاچه بیلیسکو رو چه بیگانه و فضایی بدانیم که مسافر زمان یا جزئی از یک تمدن گم شده یا حتی ملک آکالایت سرباز خدایان نور فرقی نمی‌کند. معمای او یکی از قدیمی‌ترین معماهای علمی جهان است. کتاب امروز با پنهانکاری زیاد دولتی و نداشتن داده‌های مطمئن حل نشده باقی مانده. یا شاید هم دانشمندانی به اسرار آن پی بردند و ماجرا آنقدر عجیب و تکان دهنده بوده که اطلاعات آن را عمدن برای عموم منتشر نکردند. نظر شما در این باره چیه؟ برام نظرتون رو کامنت کنید. من دارک ماتر هستم و اینجا سعی می‌کنم جالب‌ترین اتفاقات پنهان جهان رو برای شما روایت کنم. به زودی با یک ویدیو عجیب و جذاب دیگه برمیگردم.